سلام میکنم خدمت همه دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه، روانتون کوک باشه. اینجا روان کوکه و من در خدمت آقای دکتر نیما اورازانی هستم و میخوایم یک گفتگوی متفاوت داشته باشیم. نمیدونم شما گفتگوهای قبلی من رو با دوستان دیگه در زمینه اهمال کاری دیدید یا نه، ولی حدس میزنم که این گفتگو بسیار متفاوت خواهد بود و چیزهایی میخواهید شنید که احتمالا قبلا نشدید. من قبل از اینکه بیشتر صحبت بکنم دوست دارم آقای دکتر هم صحبت رو شروع بکنم و بعد من یه مقدمه کوتاه میگم و میریم سراغ بحث. ممنون فرید جان از دعوتت، لطف کردی. خوشحالم که این فرصت به من دادی که با مخاطبان در ارتباط باشم. امیدوارم از صحبتهایی که میکنیم چیز مشبر کنی برای مخاطبا درات و البته مخاطباتم عرض ادب و احترام دارم. ارادتمند. ارزم به خدمتتون که خب این گفتگو از این نظر متفاوته که آقای دکتر اورازانی در زمینه روانشناسی انتقادی خیلی فعالن. حالا تا اونجا که من میدونم دکتراشون روانشناسی اجتماعیه، ولی آنچنان که این چند سال اخیر من در فضای مجازی دنبالشون کردم در زمینه روانشناسی انتقادی خیلی فعالیت میکردن و خب توی روانشناسی انتقادی همه چیز خیلی متفاوته. اگر شما بار اولتون هستش که با روانشناسی انتقادی مواجه میشین، آمادگی اینو داشته باشین که یه چیزایی بشنوین که شاید کلا دنیاتون جابجا بشه. اینو پیش از این که بریم جلو دارم میگم، چون واقعا واسه خود من اون اولا این شکلی بود. یکم هم ممکنه بعضی که تخصصشون روانشناسیه و اساسا تو فضای روانشناسی کار میکنن دچار بحران هویت هم بشه. حالا این اولا من به نظر اومد بد نیستش بگم. اما میخوایم راجع به اهمال کاری صحبت بکنیم و اهمال کاری رو از این نظر بررسی کنیم. آقای دکتر، اهمال کاری به نظر میرسه یکی از اون، نمیدونم بگم کانستراکت، سازه، مفهوم، واژه، به هر حال یکی از اون مواردیه که انگار که مال روانشناسی جریان قالبه، یعنی ساخته اون فضاست و من بعید میدونم کسی باشه واژه اهمالکاری رو بشنوه و فضای ذهنیش مثبت باشه، یعنی میگه خب خوبم هستش. و ما میخوایم ببینیم آیا واقعا اهمالکاری اینقدر که همه فکر میکنیم اصلا چیز بدیه، اصلا این از کجا اومده. و دیگه من از اینجایی که حدس میزنم خیلی صحبتی واسه گفتن نداشته باشم گوش میکنم. این تیکه اولم آماده کرده بودم که بدون حرف نباشم. دیگه میشنویم صحبت شما رو. خب ببین، همونطور که گفتی، برای من اون چیزی که خیلی تو روانشناسی، یعنی یکی از چیزایی که تو روانشناسی مهمه، اینه که نگاه بکنم ببینم که همونطور که تو گفتی اون کانستراکت ها، سازه ها یا مفاهیم از کی وارد پیشینه پژوهشی روانشناسی میشن و چرا. کاری که در حقیقت ما روانشناسا معمولا متاسفانه انجام نمیدیم، دنبال کردن تاریخ واژه هاست. این تبار این واژه از کجا میاد و چه اتفاقی میفته که یه واژه‌ای وارد علم ما میشه، ما بهش میپردازیم، انتیسیدنت هاشو کشف میکنیم، یعنی اون چیزهایی که انتیسیدنت رو نمیدونم چی ترجمه کنم، پیش بین ها، متغیرهای پیش بینش رو کشف میکنیم، خود سازه رو بررسی میکنیم و بعد کانسیکونس ها یا پیامدهای اون سازه رو بررسی میکنیم. اگه مثلا برگردیم یه نگاهی بندازیم به تاریخ این پروکرستینیشن، از دهه مثلا از سال 1978 شما شاید مثلا اولین مقالاتی مشاهده بکنید که با این مفهوم وارد ادبیات روانشناسی میشه و بعد وقتی همینطور شما از سال 1978 میاید تا سال 2020 دائم تعداد مقالاتی که به پروکرستینیشن به عنوان یه مشکل، همونطور که اشاره کردی، اشاره میکنن زیاد و زیادتر میشه. من دوست دارم الان که داریم گفتگو میکنیم این صفحه رو با تو شیر بکنم تا بچه هایی که بعدن یا دوستانی که بعدن دارن میبینن براشون شاید جالب نباشه که اگه نگاه بکنی به این نمودار، این نمودار میزان تعداد مقالاتیه که نوشته شده در سالهای مختلف نشون میده که شما یه گروث، یه رشد خیلی جدی تو پیشینه پروکرستینیشن داری.
خب همونطور که اشاره کردی غالبا این معنی یه معنی منفیه و اون چیزی که برای من بازم مهمه و همیشه ازش انتقاد کردم از خودمون از روانشناسا، علاوه بر این که به تاریخ یه مفهومی مراجعه نمی کنیم، یه کار دیگه ای هم که نمی کنیم و به صورت پیشفرض اون رو پذیرفتیم، اینه که نحوهی که ما از مفاهیم تعریف به دست میدیم ما روانشناسا مبتنی بر چیه؟ اگر ما مبنای روانشناسی جریان غالب رو یه مبنای فردگرایانه در نظر بگیریم که همینطور هست، یعنی در یک فضای فرهنگی فلسفی فردگرایانه روانشناسی جریان غالب شکل گرفته، غالب مفاهیمی که توی این علم تولید میشه مفاهیم فردگرایانه است. بابت همینه که حالا نمیدونم آیا به بحثش میرسیم یا نمیرسیم، اما من الان فقط یه اشاره کوچیکی میکنم. شما هر چقدر به پیشینه پژوهشی روانشناسی پروکراستینیشن یا اهمال کاری مراجعه بکنید، میبینید که این پیشینه پژوهشی پر است از ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی های فردگرایانه. یعنی مثلا شما تایم پرسپشن رو به عنوان یکی از فاکتورهایی که تو اهمال کاری تأثیر داره در نظر میگیری، یا اهمال کاری رو تعریف کنی به یه مشکلی، به یه دفیشنسی، کمبودی در سلف رگولیشن، خود تنظیمگری یا اموری از این دست. این در حالیه که شما اگر با یک مبنای دیگه‌ای کار رو شروع بکنی، ممکنه اهمال کاری رو نه لزوماً به طور کاملا متفاوت، اصراری به این ندارم، اما دست کم وجوهی یا سویه هایی رو بهش اضافه بکنی که اون سویه ها نه تنها منفی نیستن بلکه مثبتن و باید تقویت هم بشن. من اگه بخوام به صورت خلاصه بگم، 2 تا کار رو من همیشه دوست دارم انجام بدم خودم به عنوان روانشناس، بلخص روانشناس اجتماعی. یکی نگاه کردن به تاریخچه واژه هاست و یکی اون چیزی که زیر واژه ها وجود داره، اون پیش‌فرضایی که زیر واژه وجود داره و باعث شده اصلا واژه تولید بشه. چون شما تو بعضی از فرهنگ‌ها اصلا یه سری از مفاهیم و واژه ها رو نداری. و خب پروکراستینیشن یکی از اون واژه هاییه که بازم من اگر از همین مقاله‌ای که اینجا گذاشتم استفاده بکنم، خواهم پیش برم. این مقاله داشتم یه مروری میکردم قبل از اینکه بیایم با هم دیگه گفتگو بکنیم، ببینم تو پروکراستینیشن تاریخچش چیه، چه کارهایی صورت گرفت. یه مقاله توی فرانتیرز این سایکولوژی چاپ شده سال 2020، تازه است، مال 3-4 سال پیشه. یه کار بیبلیومتریک انجام داده تو حوزه مربوط به پروکراستینیشن که اساساً از دهه 60-70 تا الان چند تا مقاله منتشر شده، موضوعاتشون راجع به چی بوده، آیا میتونیم یه سری کلاسترها، یه سری طبقه بندی های بکنیم که مثلا توی فرض بکن چه میدونم از دهه 90 10 سال منجر به دهه 90، شما دهه 90 تا 2000 اسخای میکنید، شما یه پژوهش‌هایی از پروکراستینیشن رو داری که به یه موضوع خاصی تو این زمینه، به یه بخش خاصی از این مفهوم میپردازن. بعد از مثلا وارد مرحله دوم که میشی به یه بحث دیگه‌ای در مورد پروکراستینیشن میپردازن و همینطور الی آخر. مقاله بدی نبود. من داشتم اینو مرور میکردم، مثلا یه نمودار دیگه‌ای که برام جالب بود اینجا آورده، اگه نگاه بکنید، حالا من به صورت جزئی وارد مقاله نمیخوام بشم، ببینیم چی میگن این نموداراش شاید جالب باشه. بعضی از این نمودارا به ما مثلا از جمله این نمودار نشون میده که اگه دقت بکنید اولین علمی که به روانشناسی به پروکراستینیشن پرداخته روانشناسیه، بعد شما کامپیوتر ساینس رو دارید، بعد اکونومیکس رو دارید. یعنی پروکراستینیشن اول وارد روانشناسی میشه به عنوان یه موضوع، بعد کامپیوتر ساینس، بعد اقتصاد و الی آخر. بعد یه سری خطای زرد رنگی رو تو نمودار ممکنه اینجا ببینید. این خطای زرد رنگ بین این خطای زرد کشیده شدن به صورت قوس. اینا نشون دهنده رابطه بین این فیلدایی هستند که پروکراستینیشن رو بررسی کردن. یعنی اگه شما یه تعاملی بین روانشناسی و اقتصاد داشته باشی که این دوتا
به صورت مشترک دارن به پروکراستینیشن میپردازن، خطای زرد بیشتری داره. اینجا بد دیده میشه، نمودار از این جهت خیلی خوب نیست، اما نشون میده رابطه خیلی زیادی بین مثلا رشته‌های مثل روانشناسی، کامپیوتر ساینس و اکونومیکس، اینا خیلی به همدیگه با همدیگه به پروکراستینیشن پرداختن. اینم بازم موضوع جالبیه که چرا مثلا تو حوزه همونطور که میبینیم پایین ماینا اتیکس، اخلاق، environmental science، یا مثلا یه خورده پایین ترش مدیسینه، اونجاها رابطه های مشترکی بین این رشته ها با روانشناسی و اقتصاد وجود نداره، اما اون بالا، اون سطح بالایی خیلی با هم دیگه رابطه های قوی دارن. حالا اینا برای من مثالیه از این که این نکته رو برسونم به مخاطبا که مفاهیم از دل یه تاریخی برمیاد و اینکه این مفاهیم چه کارکردی دارن اون موقع مهم میشه. و خب طبیعتاً وقتی به کارکرد مفاهیم برسیم، من میتونم بگم که حداقل دوست دارم این بخش رو هم اضافه بکنم به پیشینه پژوهشی اهمالکاری، که اهمالکاری همیشه چیز بدی نیست. اهمالکاری اگر نگم خیلی اوقات، بلکه با توجه به بستر اجتماعی که توش قرار داریم و حالا بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد، نشانه خاصی است از یه چیز خاصی که میتونه مثبت هم باشه. حالا اگه صد شد مطمئنم که بیشتر میپردازیم که چرا مثبته، تو چه کانتکسی میتونه مثبت باشه و اموری از این دست. مرسی. من همیشه راجع به این قضیه فکر میکردم، الان که شما گفتید یه چیزی تو ذهنم تق جا افتاد و اون اینه که اساسا انگار وقتی ما واژه اهمال کاری رو استفاده میکنیم پیشا پیش پذیرفتیم که یک کاری باید انجام بشود و تو داری انجامش نمیدی. یعنی این پیشفرض رو انگار داریم و حالا از کجا معلوم که این پیشفرض درستیه؟ این نکته خیلی مهمیه. این نکته‌ای که بهش اشاره کردی برمیگرده به این که اگر من قرار باشه کاری رو انجام بدم، این کار طبیعتاً در یه بستر اجتماعی داره رخ میده دیگه. یعنی من جایی هستم که قرار کاری رو انجام بدم، حالا دانشگاه هم، سر کارم، تو سازمانیم یا تو دولت هم. چون پروکراستینیشن اگر پیشینه پژوهشیش رو مطالعه بکنیم فقط راجع به مثلا افرادی که توی دانشگاه هستن، چون اکادمیک پروکراستینیشن همونطور که خودت بهتر از من میدونی یکی از مهمترین قسمت هایی که بهش پرداخته شده. اینو شما تو سازمان هم داری، تو پالیسی میکر هم داری، تو پالیتیشن هم داری، سیاست مدارا که اونا مثل کووید مثلا تو کشورهای مختلف میبینی که عملکردشون متفاوته. چرا؟ چون پروکراستینیت نکردن برای مثلا یه سری از تصمیم گیری ها. من فعلا تمرکزم رو میذارم بر همون رویکرد فردگرایانه‌ای که روانشناسی جریان غالب داشته، ولی همینطور که تو میگی، یعنی به پرسش کشیدن اون چیزی که تو بهش اشاره کردی بسیار مهمه. اینکه چرا فرض بر اینه که من در هر شرایطی باید از اهمال کاری دوری بکنم؟ آیا نمیتونیم اهمال کاری رو به عنوان یکی از مکانیزم های دفاعی فردی که در شرایط کاری نامناسب قرار داره نگاه کرد؟ این در حقیقت یه سوال خیلی مهمیه دیگه. خب طبیعتا جواب من مثبته. این لزومی نداره یه امر حتما خودآگاه باشه. این که خیلی اوقات ما میگیم سلف هندیکپینگ هم بخشی از این مفهومه. یعنی حالا من نمیدونم به فارسی چی ترجمه میکنه، این که آدم خودشو فلج میکنه، خودشو هندیکپ میکنه و بعد غالبا به عنوان امر منفی تلقی میشه. خب اگر من تو شرایط کاری نامساعدی باشم و این شرایط کاری نیازهای بنیادین روانشناختی من رو ارضا نکنن، خب بالاخره این مکانیزمی که اسمشو میذاریم آدم، این یا به صورت خودآگاه باید واکنش نشون بده یا به صورت ناخودآگاه یا نیمه آگاه. بنابراین میشه پروکراستینیشن یا اهمال کاری رو به عنوان یه واکنشی به یه شرایط نامطلوبی در نظر گرفت که این ارگانیسم تو اون شرایط نامطلوب قرار داره و داره بهت علامت میده که فلانی اگه قرار باشه تو این روال ادامه بدی من نمیتونم
خوب کنم و نباید هم بکنم، چون نیازهای بنیادیم دچار مشکله، بنابراین یه راهکاری برای تدارک میبینه به عنوان اهمال کاری. در حقیقت داره بهت میگه فلانی بیا بیرون، اینجا جای من نیست، اینجا نباید بمونی. این همون نکته‌ایه که من همیشه بهش فکر میکنم و سعی میکنم تو صحبت‌هام هم به مخاطبان بگم. اونم اینه که معنی اینا مهمه. معنی این که آقا یه نفر افسرده است، معنی که یه نفر مضطربه، یه نفر اهمال کاره یا حالا هر چیز دیگه، اینا به خودی خود نه خوبن نه بد. گاهی اوقات خوبن، گاهی اوقات بدن. بستگی داره به فاکتورهای فوق‌العاده زیادی که ما توش داریم با اون فاکتورها سر کله میزنیم. در واقع من اینطوری دارم میفهمم که وقتی یک فردی آنچنان که حالا اسم گذاری شده، لیبل گذاری شده، چون من خود این واژه اهمال کاری به خاطر اون بار منفی ذاتی که توشه مشکل دارم و همش دارم فکر کنم چه معادل هایی میتونم واسش استفاده کنم. ولی وقتی اگر فرض بگیریم یه فضایی داره به یک رفتاری برچسب اهمال کاری میزنه، اتفاقی که الان میفته چه روانشناس چه حالا توی اون فضای سازمانی، اون منابع انسانی، همه میرن زوم میکنن روی اون فرد که تو مشکل چیه که داری، تو حتما مدیریت زمان بلد نیستی، تو حتما نمیدونم تنبلی، تو فلان طرحواره رو داری، تو فلان ماجرا رو داری، در صورتی که شاید پیغام متفاوت باشه. پیغام باشه آقا چیزی در محیط باید تغییر بکنه، لزوما قرار نیست حتما ما روی فرد زوم بکنیم. این یک چیزی بین فرد و محیط، بین فرد و کانتکست، حالا به معنای دقیق تر کلمه. دقیقاً من کاملا با این دیدگاه موافقم. در این حال همونطور که خودت هم اشاره کردی، این به این معنی نیست که ما بخوایم بگیم هر نوع اهمال کاری از این سلخه. اما مشکلی که وجود داره، بازم همونطور که اشاره کردی، اینه که اولا ما نوعی مفهوم پردازی داریم که ذاتاً منفیه، این خودش دارای مشکله. بله. و بعد علاوه بر این که یه مفهومی تولید کردیم که ذاتاً منفی تلقی میشه، نوع مفهوم پردازیمون هم راجع به این مفهوم کاملا فردگرایانه است. یعنی نمیایم این مفهوم رو در یک کانتکست اجتماعی بررسی بکنیم و روی کردمون دائما اینه که بگیم آقا یه آدمی این یه سری دفیشنسی هایی داره، یه سری کمبودایی داره، حالا یا سلف رگولیشنش مشکل داره، یا تایم منیجمنتش مشکل داره، یا حالا چیزهای دیگهش. و اگر شما به تاریخ این پیشینه پژوهشی مراجعه بکنی، من همه دوستان رو دعوت میکنم این کارو بکنن تو روانشناسی جریان غالب به طور کلی و حالا این موضوع خاص به صورت جزئی نگاه بکنن، ببینن چند درصد از توصیه هایی که روانشناسی جریان غالب میکنه شامل منطبق کردن فرد با محیطش نمیشه. غالب کارهایی که روانشناسی میکنه، توصیه هایی که روانشناسی جریان غالب میکنه، منطبق کردن فرد با چیه؟ با محیطه. و اینو هم در زرورق خوبی به ما میپیچه میده دیگه. میگه که آقا ما که نمیتونیم محیط رو تغییر بدیم، ما توانایی تغییر محیط رو نداریم، شما داری رنج میبری، تنها کاری که در عمل از دست ما برمیاد چیه؟ به شما یه سری مهارت‌هایی بدیم به عنوان فرد که بتونی با شرایطی که توش هستی کنار بیای تا رنج کمتری بکشی. به نظر چیز معقولی میاد. ولی خب شما همینیو که من توصیف کردم، کانتکستش اگر عوض بکنید به عنوان مثال، متوجه این میشید که یه جای کار میلنگه. و اون اینه که فرض بکنید من تو دوره مثلا بردهداری دارم زندگی میکنم و زن و بچه‌م برده های یه اربابی هن که این هر کاری بخواد با من میکنه. بعد من برم پلی روانشناسی بگم حالا من افسردم فلانم بهمانم، میگه خب میدونی ما با عنوان روانشناس کاری نمیتونیم برای تو بکنیم، ساختاری که نمیتونیم تغییر بدیم، من میتونم بهت یه سری راهکارهایی بدم که با این بردگی که داری انجام میدی انطباق حاصل بکنی، حس بهتری داشته باشی، تاب‌آوریت بره بالا. تاب‌آوریت بره بالا. این خب روانشناسی به نظر من این پرسش براش پرسش جدی باید باشه. یعنی روانشناسی باید تکلیفشو هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی مشخص بکنه که من مفهوم پردازیم از انسانی که دارم مطالعهش میکنم چطوریه
تا این مفهوم پردازی در نهایت منجر بشه به چه نوعی از توصیه ها، به چه نوعی از روانشناسی بالینی. من چطوری باید روانشناسی رو پرکتیس بکنم که در نهایت از توش مفاهیم صرفاً منفی مثل اهمالکاری که صرفاً فردگرایانه در نیاد، که در نهایت شما نبینید. من بازم مخاطبای شما رو تشویق میکنم به این که به همین پیشینی پژوهشی اهمالکاری یا حوزه‌های دیگه‌ای که تو روانشناسی جریان غالب وجود داره مراجعه بکنن، ببینن تا چه حد روانشناسی کار خودش رو، هدف خودش رو مبارزه با ساختارهایی قرار داده که آدم توشه. بگه ببین این چیزی که من دارم مطالعه میکنم این مثل تار و پود با ساختارها تنیدن با هم دیگه. من نمیتونم تو رو بدون این ساختارها مطالعه کنم. اصلا بخشی از این روانشناسی که تو داری به خاطر اینکه داری توی ساختار خاصی زندگی میکنی. اگه من قرار باشه کسی رو بهش مشاوره بدم، درمان بکنم، یا از اون سمت بهش این امکان رو بدم با توصیه هایی که بهش میکنم به خود شکوفایی برسه، چون رویکرد روانشناسی مدت هاست دیگه از اون حالت دفیسیت محور خارج شده دیگه براش کافی نیست که بگیم یه نفر همین که مریض نیست خوبه. نه، ما میخوایم یه نفر به پتانسیل هاش هم برسه. دقیقاً. خب حالا چجوری باید این کارو بکنه؟ فردی که نمیتونه این کارو بکنه. من تو خانواده زندگی میکنم، توی خرده فرهنگم، توی سازمانی دارم کار میکنم. من تمام نیازهام یا غالبش جز از طریق اینها ارضاش ممکن نیست. تکلیف چه باید با این مشخص بکنه. از نظر من روانشناسی علمی رو دارم میگم و کاری به روانشناسی زرد ندارم. روانشناسی علمی متاسفانه رفیق صمیمی ساختارهای نامطلوبه. حالا این ساختار نامطلوب میتونه خانواده باشه، میتونه یه ساختار اقتصادی باشه، میتونه یه ساختار سیاسی باشه، هر ساختاری. چرا؟ چون فردگرایانه است. دائم به فرد برچسب میزنه، همه چیزو از فرد میخواد بدون اینکه کانتکست اجتماعی فرد رو در نظر بگیره. در مورد اهمالکاری هم همینه. شما اگه تو همون مقاله‌ای که من به شما نشون دادم مراجعه بکنی، اونجا ذکر میکنه. البته مقاله رویکرد انتقادی نداره، مقاله رویکرد توصیفی داره. میگه آقا مفاهیم غالبی که اینجا وجود داشته تمرکز کردن بر مثلا سلف رگولیشن، تایم منیجمنت، تایم پرسپشن و اموری از این دست که همش درگیر فرد. من یه توضیح مختصر اینجا بدم. حالا چون من چند سال شما رو پیگیری میکنم، یه سری واژه ها واسم تقریبا جا افتاد. یعنی وقتی شما میگین روانشناسی جریان غالب، من تقریبا میدونم دارین راجع به چی صحبت میکنید. حالا تو ادامه میخواستم یه کوچولو راجع به این بگیم، ولی قبلش اینجا بیشتر هدفم کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن و با این فضا آشنا نیستن، اساسا رویکرد شخص من برای تولید این دست محتواها اینه که شما بتونید قسمت‌های مختلف یه قضیه رو ببینید. الان توی فضایی که ما داریم زندگی می‌کنیم، حالا مخاطب منم اکثرا از طریق اینستاگرام احتمالاً با من آشنا شده، ما روز به روز داریم صفحاتی می‌بینیم که میان راهکارهایی برای اهمالکاری ارائه می‌کنن، چجوری برنامه‌ریزی بکنیم، پلنر مثلا تولید می‌کنن، چاپ می‌کنن، به بقیه میدن و آدما هی میرن انجام میدن و نمیشه. و هر بار که میرن انجام میدن و نمیشه، فکر می‌کنن حتما باز یه مشکلی در خودشونه و اینجا وارد یه لوپ منفی میشن. یعنی یک احساس شرم مضاعف. من بابت اینکه اهمال کارم حالم بده تلاش میکنم که نباشم، بعد باز نمیشه، باز دوباره حالم بابت اینکه نتونستم و یه بی‌عرضگی، برچسب بی‌عرضگی هم به خودم میزنم، یه حال بد مضاعف تجربه میکنم و بعد میرم کسایی رو میبینم که دارن این کارا رو میکنن و میشه. من میخوام بگم که نه، واقعا بعضی وقتا قضیه به همین سادگی نیست. کما اینکه حالا توی ویدیوهای قبلی هم از زوایای دیگه این قضیه رو بررسی کردیم. خیلی وقتا اساسا مشکل از شخص شما نیست، اساسا آن چیزی که داره جامعه، فضا، کانتکست، ساختار به شما دیکته میکنه شاید لازمه تغییر کنه. شاید لازمه شما به این نتیجه برسید من نمیخوام مثلا اینجوری که بقیه میگن باشم. و همین از رو دوشت برداری یه انرژی آزاد میشه و این انرژی که آزاد میشه ممکن راه خودش رو پیدا بکنه، حالا یه حرکتایی انجام بده. این منظری هم که اینجا داریم راجع بهش صحبت میکنیم، بیشتر هدف من بود که شما یه بخشی رو ببینید آقا اصلا اشتباه، این برچسب غلطه، شما اصلا اهمال کار نیستی، شما کاری که دوست نداری و نمیخوای بکنی، ولی یه سریا دارن شما رو مجبور میکنن که اون کاری که اونا میخوان شما دوست داشته باشی، هدف قرار بدی، واسش برنامه‌ریزی بکنی، عادت سازی بکنی در راستای رسیدن به اون و بعد تبدیل بشی به اونی که اونا میخوان.
و بعد حالا تو هم بشی الهام بخش بقیه که بقیه هم راهنمایی کنی که اونی بشن که اونا میخوان. شاید اصلا شما لازم نباشه اون بشی. عذرخواهی میکنم دکتر یه ذره طولانی شد اینجا صحبت من. خیلی خوب گفتی، به نظر من خیلی خیلی خوب گفتی، خیلی بهتر از من. این که لزومی نداره دقیقا این نکته که گفتی به نظرم خیلی مهمه. یعنی من همینو فقط تاکید بکنم روش که مخاطبایی که گوش میدن یا میبینن به این فکر بکنن که آقا لزوما اینگونه نیست که من مشکلی داشته باشم. اصلا کی و چرا به چه دلیلی یه همچین واژه‌ای رو فقط به صورت منفی استفاده کرده؟ چرا فقط منفی؟ چرا مثبت نه؟ چرا به عنوان یه مکانیزم دفاعی مثبت نبینیمش که همونطور که تو گفتی داره به من میگه که آقا پاشو از اینجا برو، اینجا جاد نیست، من حالم خوب نیست اینجا. اگرم الان داری هی بهانه میاری این کارو انجام ندی مشکل نداری، من دارم بهت علامت میدم که فلانی پاش برو، ترکش کن، اینجا جای شما نیست، یا عوضش کن. حالا هر طور که توانایی ما هست، چون ما عاملیتمون که بی نهایت کنید، ما عاملیت فوق العاده محدودی داریم، اما از این عاملیت محدود دست کم میشه به دو روش استفاده کرد. روانشناسی که ما همه باهاش سر و کار داریم از این عاملیت ما استفاده میکنه برای منطبق کردن با محیط. خب آقا ما از این عاملیت استفاده کنیم برای تغییر محیط، اونم شدنیه دیگه. ممکنه کمتر باشه، بله شاید اصلا اینطور کمتر باشه، ولی این عاملیت رو حداقل استفاده نکن فقط برای منطبق کردن من با محیط. برای اینکه من میگم آقا بر هدفی که شما میخواید همون هدف من، تایم منیجمنت هم یاد میگیرم، یعنی اینکه بردگی رو به ما یاد بده دیگه. من نباید اینطوری بگم، بعضیا خیلی ناراحت میشن، ولی خب بالاخره اینطوریه دیگه، به نظر من اینطوریه. بله، نگاه که میکنیم واقعا میبینیم که مثلا شما وقتی توی سازمان هستی، سازمان میخواد به شما یاد بده که بهترین کارمند برای اون سازمان باشی دیگه. یعنی اگر هم من به تو مرخصی میدم که حالت خوب شه بیای واسه من بهتر کار کنی، یا اگر یه مهد کودکی میذارم کنار خونه. من اخیراً داشتم یه کتابی میخوندم کاملا در فضای جریان غالب، کتاب دانشگاهی بود، کتاب کنترل فشار روانی ترجمه شده، استرس منیجمنت مثلا، مال آقای گرینبرگ، البته نه این لزلی گرینبرگی که EFT کار میکنه. قشنگ راهکارهایی که میداد، من چون همون موقع همزمان شده بود با اینکه با رویکردهای انتقادی آشنا بشم، این می‌خواستم خودمو مثلا اینجوری خنج بکشم به صورتم، چون من بعد میرفتم اونا رو مینوشتم تو امتحان و اونا رو مثلا حفظ میکردم، یاد میگرفتم، تو امتحان مینوشتم. ولی کاملا میخوام بگم مثلا داش میگه آقا چجوری استرس رو تو سازمان کم کنیم، یه کاری بکنیم که ذهن مثلا اون کارمند آزاد بشه، مثلا یه مهد کودک کنار محل کارش بذاری. ولی خب اینا همه در خدمت سازمان دیگه، در خدمت فرد که نیستش که. حالا داستان این قضیه هم همینه، یعنی یک اصلی وجود داره و اون اصل اینه که شما باید یک چیزی باشی و حالا بیا ما بهت بگیم چجوری این چیزه بهتر باش. حالا ما میخوایم یکم بزنیم زیر میز بازی، بگیم آقا شاید اصلا قرار نیست شما اون چیزه باشی، شاید همین که به این نتیجه برسی من نمیخوام اون چیزه باشم اصلا دیگه خلاص بشی دیگه، دنبال این نباشی که من چجوری از شر این اهمال کاری خلاص بشم. دقیقاً همونطور که خوب اشاره کردی، این زدن زیر میزه مهمه. یعنی مخاطبا بزنن ببینید حداقل یه آزمایش فکری انجام بدن. اگه کسی داره خودشو بلیم میکنه، خودشو سرزنش میکنه که من موفق نشدم، که من فلان نشدم، اهمال کارم، کی گفته اصلا شما باید موفقیت رو کی تعریف کرده؟ موفقیت یعنی چی؟ بعد اون هدفی که شما باید بهش برسی رو یه خورده بهش فکر کن. اون هدف چیه؟ چرا این هدف رو انتخاب کردی؟ انتخاب خودته یا نرمایی که به ما دادن، ساختار به ما داده؟ بعد گفته خب این نرما، این موفقیت، دستاورد مهمه، موفقیت مهمه، اینم یه سری جعبه ابزار، یه سری تول باکس بهت میدم، حالا برو با این معیاری که من برای موفقیت گذاشتم و این تول باکس برو برس. خب نه، به قول تو ما میتونیم یه بار بزنیم زیر میز ببینیم چطور میشه. بعد من این نکته رو بهش اشاره بکنم، حالا اینا رو باید کارهای تجربی کرد، کارهای تجربی خوبی هم از توش در میاد، ولی اینطوریه که شما هر چقدر اگه به جوامع نگاه بکنید، هر چقدر این جوامع به لحاظ اجتماعی وضعیت بدتری پیدا میکنن، و منظورم از وضعیت بدتر چیه؟ یعنی اینکه فرض بفرمایید توشون کار پیدا کردن
دشوارتر میشه، یا مثلا خریدن خونه دشوارتر میشه، یا موفقیت دشوارتر میشه، به معنای اینکه به مدارج علمی بالاتر برسی، مدارج کاری بالاتر برسی. یعنی هر چقدر وضعیت اقتصادی دشوار و دشوارتر میشه، از اون ور شما یه تورمی داری تو پیشینه پژوهشی روانشناسی که شروع میکنه به محتوایی تولید کردن که منی که توی این چرخ دنده های ساختارهای اقتصادی سیاسی گیر کردم، چطوری خودم رو از لالوی این چرخ دنده ها رد کنم تا له نشم. یه وضعیت پارادوکسیکالیه. در این حال میگه خب این که خیلی خوبه، اما در این حال به این معنی که خب دیگه همینه که هست دیگه، تو خودتو تنظیم کن، ما ساختارا خودمون رو دست نمیزنیم، تو باید خودتو تنظیم کنی، هی جا خالی بدی، هی مهارت‌های جدید کسب بکنی. اگه یه جایی هم زخمی شدی بابت ساختار، میگیم تو مهارت جا خالی دادن بلد نبودی، مشکل تو بود. چطور فلانی تونست جا خالی بده یا چرا اون نشه؟ چطور فلانی تونست جا خالی بده باری کله ولی تو نتونستی، مشکل تویی. این یکی از روش‌های نخنما در واقع، این که میگه اون چطور تونست، اون تونست از اون شرایط بد اقتصادی خودشو بکشه بالا، اون تونست توی اون شرایط خانوادگی درس بخونه، کنکور بده، تو که شرایطت از اون بدتر نیست. و باز این میشه شرم مضاعف، یعنی باز این لوپ منفی رو تشدید میکنه. دقیقاً دابل داون میکنه به قول اینجاییه. دقیقاً به جای این که از اون موضع نادرستش عقب بکشه، اتفاقاً تایید بیشتری میکنه برای میگه نه دیگه همونطور که تو گفتی، میگه ببین اون یکی رو نگاه کن، اون تونسته تو نتونستی. حالا بگذاریم از این که این خودش سوگیریه، ما فقط مثلا اون چه میدونم هر چند هزار نفر موفقی که میخوای بگو، اصلا هر چند میلیون نفری که موفق میخوای بگو، از چند نفر اینا موفقاشن، ما که شکست خورده هاشو که نمیبینیم. آره دقیقاً اونا رو به ما نشون میده. این نکته مهمیه. یه نکته دیگه ای که دوست دارم بگم، الان یه مثالی و یه نکته ای، مثلا تو دوره این که ما میگیم داستان نیست دیگه، یعنی تو دوره من یه مقاله میخوندم راجع به روانشناسی بالین، یه مقاله میخوندم راجع به روانشناسی بالینی، مار دوره‌ای بود که هنوز بردهداری ور نیفتاده بود توی آمریکا. یه اختلالی رو اونجا ابداع کردن به نام اختلال دراپتومانیا، و این اگه اشتباه نکنم اسمشو، بله دراپتومانیا. این اختلال چی بود؟ این سامیوئل کارترایت، یه پزشک یا روانپزشک بود، الان خاطرم نمیاد، اینو ابداع کرده بود به این معنی که این یه اختلال، اگه بخوام به زبون امروزی بگم، یه اختلال تکانشی بود که شامل چی میشد؟ شامل این میشد که برده ها هی میخوان فرار کنن. آره این یعنی یه اختلال. یا مثلا فرض بفرمایید حالا یه خورده متفاوت تر از این، شما تو DSM-1 یه اختلالی اومد به نام کلپتومانیا، این دزدی وسواسگونه که شما به نظر میاد بدون اینکه به چیزی نیاز داشته باشی ورش میداری، انگار یه تکانه‌ایه که نمیتونی کنترلش. این کلپتومانیا تو DSM-1 بود، جزو اختلالات اصلی نبود، تو ساپلامنتریش بود. تو DSM-2 اینو حذف کردن، بعد دوباره تو DSM-3 اینو اضافه کردن. من میخوام از این دوتا مثال به چه نتیجه برسم؟ به این نتیجه برسم که این مفاهیمی که ما باهاش مواجهیم، از جمله اهمال کاری یا حتی مفاهیم مهمتری که مثلا تو DSM میبینیم، اینا مبتنی بر چی هن؟ مبتنی بر بالا پایین شدن‌های فرهنگی و اقتصادی اجتماعی و سیاسی هن. یعنی گاهی اوقات اضافه میشن، گاهی اوقات کم میشن. این به این معنی نیست که ما اختلال روانی نداریم، ما اصلا به این معنی نیست، من هم چیزی نمیخوام بگم، ولی من میخوام بگم بحث‌های تاریخی اجتماعی اینجا مهمه. یه نکته دیگه هم این که روانشناسی در یک وضعیت، منظورم روانشناسی جریان غالبه، در یک وضعیت متناقضی زندگی میکنه. اون وضعیت متناقض چیه؟ اون وضعیت متناقض اینه که از سوی همین جایی که ما قراره این ویدیو رو منتشر کنیم، مثلا اینستاگرام، نمیدونم یوتیوب یا حالا هر جای دیگه، این شبکه‌های اجتماعی
از پژوهش‌های روانشناسی استفاده میکنن برای چی؟ برای پیشبینی رفتار مخاطب. بالاخره روانشناسی تو الگوریتمایی که اینا می‌نویسن تأثیر زیادی داره. پژوهش‌های زیادی روانشناسی میکنه. یعنی از سوی روانشناسی کمک میکنه به عنوان یه رشته علمی، کمک میکنه به این الگوریتما به تبلیغات مؤثر درست کردن که طرف بیاد جذب بشه، مصرف کنه، بخره و غیره و ذالک. از طرف دیگه همین روانشناسی پیشینه پژوهشی تولید میکنه راجب چی؟ راجب سلف کنترل، سلف رگولیشن، تایم منیجمنت. یعنی شما با این وضعیت پارادوکسیکالی درگیری. از طرفی روانشناسی به یه عده میگه آقا میل تولید کن، با این روش ها میتونی آدم ها رو جذب کنی، با این روش ها میتونی میل تولید کنی در آدم ها، میل به مصرف. از طرف دیگه میاد میگه شما چرا نمیتونی میل تو کنترل بکنی؟ بیا من یه سری راهکار بهت میدم، انواع سلف رگولیشن، میل تو کنترل بکنی. این وضعیت متناقضیه که شما تو روانشناسی یا حالا عده‌ای از فیلسوفا میگن حتی تو دوره مدرن باهاش طرفی. من حالا زیاد حرف میزنم. من اینجا با بچه‌م میرم مال، این شاپینگ مالای بزرگ. من که یه آدم بزرگم خیال میکنم یا آدم گنده‌ایم، اون زرق و برق محصولاتی که میبینم میخوام هی بخرم، میخوام هی مصرف کنم. بعد خب چطور مثلا از یه بچه‌ای که داره تو همین سیستم بزرگ میشه انتظار دارم که این وقتی بزرگ شد به اون میلش کاملا تسلط داشته باشه؟ میلایی که اگر تو این ساختار بزرگ نمیشد اصلا یه سری از میل‌ها درش نبود، یه سری از نیازها درش نبود. خب این تناقض عجیبیه که روانشناسی باهاش مواجهه. دقیقا من یاد این پستای میافتم تو اینستاگرام که مثلا تو اکسپلورر اینستاگرام داری میری، بعد یکی میاد میگه توی که همش داری اکسپلورر رو بالا پایین میکنی، پاشو برو یه کاری کن. خودش همونجاست، خودش همونجا اومده داره این حرفو میزنه. دقیقا. بسیار عالی. من باز اینجا برای اینکه محکم کاری بشه اینو بگم که چون خیلی از مخاطبا جوونان، یعنی این اهمال کاری یکی از برچسبایی که به نظر میسه یه نسل بعدی روی نسل جدیدتر خیلی داره میزنه و اینو اینجا بگم قطعاً میتواند اهمال کاری ریشه هایی در روان شما داشته باشد، ریشه هایی در شکل تربیتی شما داشته باشد، کما که من تو ویدیوهای دیگه با دوستان دیگه متخصصین دیگه بررسی کردم. قطعاً یه مسائل درونی هست. ما میخوایم این جنبهشو بزرگ کنیم. در واقع اومدیم امروز ذره بین گذاشتیم رو این ور که لزوماً هم اون نیست، ممکن است این باشد. فکر کن راجبش. یعنی قبل از اینکه بخوای برای خودت پلنی بچینی یا نچینی، بشین فکر بکن ببین که آیا این فضایی که تو داری تجربه میکنی و دیگران اسمشو میذارن اهمال کاری واقعا با بقیه متفاوتی یا اینکه نه الان همه همینن. من یه کتابی میخوندم تو، حالا من در زمینه تحلیل رفتار متقابل TA Transactional Analysis کار میکنم، یه کتابی Contextual Transactional Analysis اومده بود، مسائل رو عمودی و افقی کرده بود. گفته بود مسائل ما یه سریش عمودیه، حالا این انسان اگه باشه عمودیه، یه سریاش هم افقیه. ما به عنوان روانشناس باید تشخیص بدیم کسی که اومده مسئلهش از جنس عمودیه یا افقیه. من اینطوری واسه خودم درش آوردم. من یه مکانیکم و هر روز یه سری ماشین میان سراغ من به عنوان مکانیک، آقا ما جلوبندیمون دوچار مشکل شده، من این جلوبندیشو درست میکنم، این میره دوباره فردا میاد. حالا علاوه بر اینکه فردا میاد میبینم یکی دیگه هم اومد، بعد میبینم همه جلوبندیشون مشکل داره و من هی میشنم جلوبندی‌ها رو درست میکنم، دوباره همه برمیگردن. خب شاید اون جاده یه آسفالت لازم داره. یعنی اینجا میخوام اینو بگم که شاید شمایی که به خودت لیبل اهمال کاری میزنی مشکل از جلوبندی ماشین شما نیست، مشکل تو جاده‌ایه که داری میری. ببین جاده رو، یعنی این قسمت قضیه رو ببین، بدون اینکه اینجا بخوایم تجویزی بدیم یا درمانی ارائه بکنیم، چون واقعا فضای تجویز و درمان نیست. قصد فقط اینه که شما قسمتایی که شاید حالا ندیدی رو ببینید. آقای دکتر من خیلی خوب. نه خیلی خوب گفتی، خیلی خوب گفتی. من یادم میاد بلخص به نسل جدید خیلی خوب اشاره کردی به نظر من یادم میاد تو دانشگاه همین کارلتون ترم پیش داشتم روش تحقیق درس میدادم، بعد راجع به استرس و اضطراب و مطالعه و همین پروکراستینیشن و اینا بحثش اومد به میون.
یکی از بچه‌ها پاشد خیلی حرف خوبی زد، گفتش که الان اگه نسل به دقت بکنه، یه آدم کانادایی این حرفو میزد، تو ایران زندگی نمیکرد، طرف دیگه داره تو کانادا اینه، میگفتش الان نسل ما و خب نسل جدید دیگه، جوان دانشگاهی دوره لیسانس، میگفت الان اگه نسل ما بخواد کار پیدا بکنه براش سخت‌تره و به آمارا اشاره میکرد، خونه خریدن براش احتمالش بسیار کمتر شده، دشوارتر شده، به شرایط اقتصادی اشاره میکرد که خیلی دشوارتر شده در مقایسه با نسل پدر مادر خودش میگفت یا پدر بزرگ مادر بزرگ خودش، و میگفت من برای همون چیزی که پدر مادرم مثلا میخواستن به دست بیارن که عبارت بود از یه شغل یا یه خونه، اونا مثلا فرض کن لیسانس نیاز داشتن، من الان باید دکترا بگیرم تا به اون چیز برسم، تازه اگر بتونم به شغلی که اون داشته برسم، اگر بتونم اون خونه رو دقیقاً اگر بتونم اون خونه رو که اون خریده بخرم. و بعد از این حرفش این نتیجه رو میگرفت که شما الان دائم داری به من حالا شما که میگفت منظور همین صحبتی که تو کردی، یعنی نسل‌های قدیم‌تر هی میگن این جوانای امروزی فلان، این جوانای امروزی بهمان، بدون اینکه در نظر بگیره آقا من تو خلأ زندگی نمی‌کنم که، من دارم الان توی این شرایط زندگی می‌کنم، شرایط هم نگاه بکن، بعد حالا وقتی شرایطو بررسی کردی اون موقع حالا شروع کن قضاوت کردن. بنابراین همونطور که تو گفتی ما فقط توصیه میکنیم، من توصیه میکنم این اصلا نه روش درمانه نه تشخیصه، چون ما الان اصلا در این موضع نیستیم، کار من این نیست، ولی من فقط میتونم این توصیه رو بکنم که اگه کسی به خودش برچسب میزنه این کارو نکن، اجازه نده اصلا بهش برچسب بزنن. از این مهمتر همونطور که تو گفتی یه گام بیاد عقب‌تر، از بیرون به خودش و شرایطش نگاه بکنه، ببینه آیا اگر من اهمال کاری دارم، احتمالاً، من نمیگم قطعا، احتمالاً این به این معنی نیست که این ارگانیسم روانی من داره به هم یه پیامی میده که آقا یه جای این به قول تو یه جای این جاده میلنگه، اگه من جلو بندیم خرابه، یه جای اینجا این نگاه بکن، شاید مثلا رابطه تا باید با یه نفر تو خانواده تغییر بدی، یه چیزی اون بیرون باید عوض بکنی، شاید باید یه نقشه‌ای بکشی که شغلتو عوض کنی، یا با مدیرت، با همکارت، با رئیست حرف بزنی شرایط کار یه خورده تغییر بکنه. حواستون باشه که روانشناسی جریان غالب میلش به شدت به برچسب زدن و مسئول کردن فرده، در صورتی که همونطور که من بارها گفتم این فرد و محیط در هم تنیدن. بسیار عالی. خیلی گفتگوی جذابی شد. حالا وقت داریم هنوز بخوایم صحبت بکنیم، ولی میتونیم هم همینجا تمامش بکنیم، هر جور شما مایلید. اگه نکته‌ای بحثی هستش که فکر میکنید جا داره اینجا بگیم، اگر نه میتونیم حالا گفتگوهای دیگه‌ای هم با هم دیگه داشته باشیم بعدا. آره به نظر من اون نکات مهمی که میخواستم بگم رو گفتم. اون دوستانی که روانشناسن تو هر دوره‌ای، لیسانس، فوق، دکترا، فرقی نمیکنه، من به اون دوستان توصیه میکنم که به این مفاهیمی که به ما داده شده تو روانشناسی حتما تاریخ این مفاهیم رو یه مطالعه بکنن و مبانی نظری رشته‌مون رو بیشتر بهش بپردازن. این خیلی مهمه، چون شما اگه یه رویکرد فردگرایانه از آدم داشته باشی یه روانشناسی ازش ممکنه در بیاد، اما اگه یه رویکرد غیر فردگرایانه داشته باشی، حالا هر رویکردی، یه روانشناسی دیگه ممکنه ازش در بیاد. این خیلی مهمه و ما روانشناسا آدمایی هستیم که حتما تو خیلی بیشتر از من تجربه کردی فرید، چون تو حوزه شاید درمان بیشتر، شاید که نه حتما بیشتر کار کردی، اونم اینه که آدمای دیگه نگاهشون، ما یه اتوریته‌ای داریم، روانشناسی یه اتوریته‌ای در جامعه داره و حرفی که ما میزنیم خیلی مهم تلقی میشه. من اگه بخوام بگم به نظرم غلو نکردم که تو اتاق درمان یه نفر میاد تجربیات فردیش و تجربیات شخصیش رو به ما میگه، ما تجربیات او رو براش معنا میکنیم و او هم میپذیره اینو. این قدرت عجیبیه
که روانشناسی داره. خیلی قدرت عجیبیه. ما به هیچ فرد دیگه همچین قدرتی رو نمیدیم که من برم امر خصوصیمو بهش بگم، اون برام معنی کنه و من بگم تو راست میگی. و حواسمون باشه که اگر ریشه های نظریه روانشناسی رو به صورت انتقادی بهش نگاه نکنیم، اون موقع برچسبایی به افراد میزنیم یا هر از گاهی اشتباهاتی میکنیم، اشتباهات مبنایی که خب آسیب میزنه. در همین زمینه اصلا الان ترند شده یه جورایی اینکه طرف وقتی میخواد یه حرفی بزنه اعتبار بده به حرفش، جدیدن واژه تراپیستم بهم گفت رو میارن. یعنی قالم مای تراپیست فلان چیز فلانی فلان کار بکن. دقیقا در راستای فرمایشاتشون. باریکلا. این خیلی نکته مهمیه. بله. حالا بعداً ما میتونیم راجع به این صحبت بکنیم که این چیزی هم که استفاده کردی خیلی خوب استفاده کردی، که قالم تراپیست. یعنی اگر در دوره قبل از مدرنیته این دین بود که روابط بین آدم‌ها رو تنظیم میکرد، که یا حتی به یه فرد میگفت که آقا تکلیف چیه، چی کار باید بکنی، تو دوره مدرن روانشناسی این کار میکنه. من قبلا هم میگفتم آقا قال الفلانی، خیالم راحت میشد. الان دقیقا همینه که تو گفتی، میگم قال التراپیست. این خیلی نکته مهمی که حالا بعداً باید راجعش حرف بزنیم. بسیار خوب. من اینجا میخوام تموم بکنم گفتگومون. البته باشید دکتر یه گپی آخرش بزنیم با هم بعد از اینکه من ضبط رو قطع کردم. من پیشنهاد میکنم به دوستان اگر این فضای گفتگو براشون جذابه، حتما صفحات های دکتر اورازانی رو فالو و پیگیری بکنن. کلی محتوا هستش اونجا، ماشاءالله خیلی انرژی دارن های دکتر و فعالن. هم کانال یوتیوبشون، هم پیج اینستاگرامشون، هم وبسایتشون، کلی مقاله و کلی محتوای صوتی، محتوای تصویری، کانال تلگرامشون. به هر حال اونجا اگر این فضا واسهتون جذابه، جای خوبیه برای شروع. و امیدوارم، البته ما منبع متاسفانه فارسی ترجمه شده به درد بخور در زمین روانشناسی انتقادی خیلی کم داریم. من چون خودم مد نظر دارم رساله‌مو توی این فضا کار بکنم، یکی از مسائل اصلی به هر حال همین. حتما پیگیری بکنید و مرسی از اینکه این گفتگو رو گوش کردید. باز میخوام تاکید بکنم هدف صرفا این بودش که یک بخش کمتر دیده شده از موضوع رو بکشیم بیرون، یه ذره بزرگش بکنیم، جوانب مختلفش رو بررسی بکنیم. این معنیش این نیستش که این بخش واقعا اینقدر بزرگه. بعضی وقتا واقعا شما نیاز به تراپیست داری، بعضی وقتا مشکل از خودت و بعد بری درمان بگیری. این در واقع حربه نشه دست یه سری از آدما که نه مشکل از من نیست، همش مشکل از ساختار. گاهی هم مشکل از ماست، گاهی هم ساختار، گاهی هم اساسا همونجور که دکتر گفتن این دوتا اصلا نمیشه از هم جدا کرد. یعنی باید فرایند و تعاملی که بین این دوتا هستش رو روش کار کرد. من مجدد تشکر میکنم از دکتر. میدونم صبح اول وقتتون هم هستش و بعد از اینکه پسرتون از بردی مدرسه اومدین اینجا، مرسی بابت انعطافی که بابت زمان داشتید. مرسی از دوستانی که دیدن ویدیو رو. خداحافظی شما رو میشنم. مرسی. من وقت دادی فرید جان، دعوت کردی و مرسی از معرفیت. امیدوارم که یه مقدار برای دوستان مفید بوده باشه. حتما همینطور. تا برنامه‌های آینده. خدا نگهدار.